آنتونی آدان در درون دروازه استقلال خواهد بود. بازی هم از این لحظه آغاز میشه. آرمین سرابیان، روزبه چشمی، رامین به کجا خواهد رسید؟ حالا ارسال رضاییان داخل محوطه جریمه خطرناک و توپی که به بیرون رفت اونجا. ضربه سر نخواهند داشت اما اونجا رو پر کردن استقلالیا. فرصت رو دروازه، یه بار دیگه ضربه سر از یاران تراکتور. اندونگ روی پای راستشه، نگرفت، جفت و جور نشد و ضربه کافی رو نداشت. ضربه اندونگ. آدان یک توپ بلند، ادیب زارعی بیرون میاد و پوشش لازم رو انجام میده. اونجا اشتباه کرده و خطا اعلام میشه. البته برخورد اونجا صورت گرفت و آقای حیدری خطا رو اعلام کرد. رضاییان، حالا ارسالش رو دروازه، ارسال خوب، یه ضربه سر خطرناک و بسیار فوق‌العاده. احتمالا برای هاشم نژاد همین اتفاقا میفته. ایگور کنارشه، یه پاس تو در رو به جلو برای تومی. امیرحسین حسین زاده، فرصت برای تراکتور، میره که شکل بگیره. تومیسلاو اشترکان نذاشت اونجا ضربه نهایی رو بزنه. فرصت هست برای کوشگیر، میاره روی پای راستش. عقب‌تر برای جلالی، از همونجا ضربش رو میزنه. ضربه ابوالفضل جلالی که دوم جذاب باشه. فرصت برای استقلال و رامین رضاییان، ارسالش رو دروازه. موقعیت برای استقلال، ادیب زارعی نباید دیگه توپ از دستش در بره. راه توپ رو بس، خوبم بسته راه توپ رو. فرصت برای تراکتور میره که ایجاد بشه. تومی اشترکال یه لحظه ناهماهنگ اما هر شکل ممکن توپ رو حفظ کرده. پاس برای امیرحسین حسین زاده، بده محمد نادری، موفق نیست. مهران احمدی بگیرتش، خطا میتونه اعلام بشه. خود احمدی یک که تازی میکنه اونجا. فرصت برای کوشگیر، رو پای راستش میزنه ضربشو. عقب‌تر دانیل اسماعیلی فر، خود اسماعیلی فر عبور میکنه از سطح بازیکن مقابلش. یه ارسال روی دروازه، چند سانتی متر رو کم آورد. آزادی جای سحرخیزان که این پاس رو داد. پاس خوبی هم شد. موقعیت برای استقلال تهران و توی دروازه گل برای استقلال. اسلامی بود که دروازه رو باز کرد. البته فرصت است برای هاشم نژاد. تیبور هالیلوویچ هم میتونه ضربه‌شو بزنه. حالا میزنه هاشم نژاد برای کوشکی. خود کوشکی، گورپاستونس یه لحظه اونجا از پیش رو برداشت و ضربه‌شو زد که توپ تو چارچوب نبود. چقدر میتونه بازیکن موثری باشه. هاشم نژاد ضربه رو میزنه با سوت پایان بازی هم به صدا در میاد و برتری 1-0 استقلال در هفته اول مقابل تراکتور. 3 امتیاز این بازی رو به دست میارن استقلالی. و خیلی ممنونیم که ما رو همراهی کردید و